سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز مداری را کار میکنیم. مداری که ما درس گذشته ما بود که چطور ما میتونیم دو گروه کنترل کنیم رو امر فیزیک تقریبا یک نقطه که داشت. یک گروه همیشه از طرف شب چی میشد؟ روشن میموند. وقتی ما از خانه بیرون اومدیم مدار را سویچ میکنیم، مدار ما خاموش میشه. امروز کار میکنیم بر جای سویچ تبدیل ما از سویچ چی استفاده میکنیم؟ دو پل. به زمانی که ما سویچ تک پول فشار میدیم برق ما وصل میکنیم به چی؟ مشترک سویچ دو پل و از دو غیر مشترک دو پل ما یکی رو میبریم به گروپ قندیل، یکی رو میبریم به گروپ خواب ما. نورش هم به شکل مستقیم میدیم که هر جا ما بخواهیم گروپ قندیل ما روشن باشه یا گروپ خواب ما روشن، از مشترک و یک پول میاریم به کانتکت مشترک دو پل، از غیر مشترک ها یکی رو میبریم به گروپ قندیل، یکی رو میبریم به اتاق خواب. مدار ما چی میشه؟ تکمیل میشه. هر جا خواستیم یک یا هر دو روشن و یا خاموش کنیم خیلی راحت ما از توسط سویچ دو پل ما در رخت خواب هستیم و یا روشن و یا خاموش کنیم. حالا میریم در قسمت عملی بیشتر. خب دوستان، از قسمت نظری اومدیم در قسمت عملی وایرینگش ما انجام دادیم. ما اینجا سویچ دو پل داره و اینجا سویچ تک پل هستن که سویچ تک پل ما مانند یک فیوز عمل میکنه و سویچ دو پل ما بالای اتاق بالای رخت خواب میباشه که ما قندیل و یا گروپ خواب ما را کنترلش میکنیم. در این قسمت 4 تا لاین آمده از قسمت گروپ خواب و گروپ قندیل، 2 تا لاین از قسمت منبع آمده، 3 تا لاین از قسمت سویچ دو پل است و 2 تا لاین هم از قسمت سویچ تک پل. اولین کاری که میکنیم فاز ما در قسمت سویچ تک پل وصلش میکنیم. برگشتی سویچ یک پل ما در چی وصل میکنیم؟ در قسمت سیم مشترک دو پل به این ترتیب. قسمت نولای گروپ هم که سیمای سیاه ما گرفتیم همراه منبع ما نصبش میکنیم به این شکل. اینجا همون دو سیم دیگه که یکی سیم قندیل است و دیگه هم گروپ خواب. یکی برگشتی رو ما میزنیم در گروپ قندیل و دیگرش نصب میکنیم در گروپ خواب. به این ترتیب گروپ ها رو هم نصبش میکنیم. به این شکل پوشاش نصب میکنیم، فیوز بالا میکنیم، گروپ ما روشن شد. سویچ تک پل چون در قسمت ورودی خانه می باشه ما رو میزنیم تمام مدار خاموش میشه و این دو سویچ دو پل ما کار نمیده. زمانی که وقتی ما داخل خانه میشیم سویچ میزنیم اگر خواستیم گروپ قندیل است از رخت خواب خاموش کنیم و یا گروپ قندیل گروپ خواب هر که میشه بخوایم خاموش و یا روشن کردن میکنیم. سویچ یک پل مانند یک فیوز برای ما چی میکنه؟ عمل میکنه و کدوم کار مهمی در قسمت گروپ انجام نمیده. گروپ های ما را چی روشن میکنه؟ سویچ دو پل. به این شکل ما میتونیم یک اتاق مدار خواب کنترلش کنیم و یک مدار خیلی عالی است که کسایی که علاقه‌مند باشه در اتاق خوابش از این مدار استفاده کنه میتونه که از این نقشه استفاده کنه. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشه.